آقا به صبر، بابات پول نداره و فرد موفقی هم نیست. میگی باکی ندارم، میری کارگری و حمالی میکنی برای دیگران که بهت پول بدن. فکر نکنی آدما از دور بهت افتخار میکنن یا بهت میگن خود ساخته، بهت میگن قاطر. شاید به زبون نیارن اما هر جا که بارشون رو زمین باشه زنگ میزنن به تو که اون بار رو بری جابجا کنی. حیف تو پسر 19 ساله 20 ساله است که واسه مردم کارگری کنی. تو باید بری دنبال کسب مهارت که چند سال بعد خودت کسب و کار خودتو داشته باشی و چندین نفرم بیان در مجموعه تو کار یاد بگیرن و کسب درآمد داشته باشن. امیدوارم صحبتهای من رو به طنز و جوک و خنده نگیری. این صحبت ها هر جایی گفته نمیشه. امید بیدار دوباره.